این یک فرصت استثنایی، فرصتی که تصادف در اختیار تو گذاشته. تو اگه عاقل باشی به بهترین وجه از این میتونی استفاده کنی، نمیذاری از کنارت راحت رد بشن. در زندگی آدم حوادث کوچیک و بزرگ زیادی اتفاق میفتن، میان و میرن، اما تو اگه عاقل باشی، اگه زیرک باشی، اگه لیاقتشو داشته باشی، به بهترین وجه ازش استفاده میکنی. هیچ کس مثل یه زن نمیتونه خونه رو اداره بکنه. مرد هر چی قدم که مدیر باشه ها، باز خونه یه خاصیتی داره که تو اداره کردنش میمونه. سشواره رو گذاشتم. این الان برای تو یک آزمونه، منتها یه آزمون مهم در زندگی. میفهم؟ آفرین، مطمئن بودم که میفهمی و من مطمئنم در تمام این مدتی که ما نیستیم خونه رو طوری اداره میکنی که آب از آب تکون نمیخوره، انگار که ما خونه ایم، حتی بهتر از اون موقع. دقیقاً مثل لوتار ماتئوس. اون دیگه کیه؟ از طرف تو که خیالم راحت مادر جون. این بچه ها تو رو خدا مادر مواظبشون باشی یا چشم. جلیقه مشکیه. مراقب همه چی باش، مخصوصا مراقب بچه ها کوچیکن، احساساتی هن، شکنندن، ما باید مراقبشون باشیم. مغزشون خوب رشد نکرده، اونا به مراقبت ما احتیاج دارن، مخصوصا به درایت من. 2-3 جور غذا پختم گذاشتم یخچال، برای این چند روزتون کافیه. بعدم آب به گلدونا یادت نره ها، من فقط به تو اعتماد دارم. قدرت استدلال تو حرف نداره، موقعیت رو میسنجی، شرایط درک میکنی و از همه مهمتر قدرت تصمیم گیری بالایی داری. بابا یقم چی شده؟ یقتون درست کنی. درست شد. آفرین. دیدی؟ گفتم همیشه حواست به همه چیز هست و همین باعث میشه که آدم موفقی باشی. به نظر بنده عقل و شعور پسرم به سن و سال نیست و وجود تو این فرضیه رو داره ثابت میکنه. فقط دلم میخواد ببینم دخترای من چیکار میکنن ها. حواست باشه این نیماش چی باشه، این موقع رو بر نداره در بابا دیر شد اصلا بریم دیگه. خداحافظ. نیما یادت باشه شبات درا رو خوب قفل بکنی. باشه قفل میکنم. خداحافظ. پویا جان، پویا قربونت برم مادر خواهرت شکنجه نکنی یا. چشم سعی میکنم. آفرین. اومدم. دیر شد. خداحافظ. راستی صبر کن. مشنه قربونت مواظب بچه‌ها باش، اگه چیز میزی هم خواستم براشون بگیر. خیالتون راحت باشه. خداحافظ. در امان خداحافظ. سارا مادر جون قربونت برم، اگه بچه‌ها مریض شدن به دکتر گشتاس حتما زنگ بزن. شماره‌اش که داری؟ بله همین الان دادی. ای بابا راست میگی. خداحافظ آیدا جون. خداحافظ. بله. مشنین خداحافظ. اومدم. اصلا بجم دیگه بابا، سفر قندهار که نمیریم. خیلی خوب. یه دقیقه نیما جان. بله. دیگه سفارش نمی‌کنم ها. بله. ترمزای ماشین زیاد مطمئن نیستم. یادم میمونه. خدا نگهدار. بلیطاشونو مگه نمیخواستن؟ کدوم بلیطا؟ اینو دستتو چیکار میکنی؟ گفتم که نگردن خواستیم بریم ازن میگیری. دنیا بچه بیاین این فیلم رو بزنیم ببینیم. شرمنده‌ام الان فوتبال شروع میشه. ها فوتبال که هر شب داری، این فیلم دیگه گیر نمیاد. اون فیلمو بعداً میشه دید. فوتبال پخش مستقیم، تکرارش هم هیچ فایده‌ای نداره. آیدا جون بلند شو برو بگی بخوام. ساعت 11 است. پاشو. نمیخوام. نمیخوام یعنی چی؟ 2 ساعتم بهت ارفاق کردم، بلند شو برو بگی بخوام. میخوام فوتبال نگاه کنم. از کی تا حالا تا فوتبال آخر شب رو نگاه میکنی؟ از امشب. آخه خیلی مهمه مگه نه نیما؟ آره خیلی مهم. نگفتم خیلی مهمه. یه خورده ساکت باشین. برو بخواب دیگه، بذار به زندگیمون برسیم. وقت خواب جناب عالی هم گذشته آقا پویا. شما هم اینقدر هله هوله نخور، برو بگی بخواب.
حالا این فیلمه چیه که ما هممون باید خواب باشیم؟ به شما مربوط نیست. شما باید 1 ساعت پیش میخوابیدی. ولی تو اجازه داری تا صبح بیدار بمونی نه؟ ببین پویا، تو در شرایطی نیستی که بر من تعیین تکلیف بکنی ها. تو هم همینطور. حالا این فیلمه چیه؟ آموزشی که نیست. مطمئن باش فیلمی هست که اجازه دیدنش رو دارن. خب پس چرا دیشب ندیدی؟ برای اینکه دیشب دستم نبود. خب بذار هفته بعد ببین. تا هفته بعد باید پسش بدم. دلیلم قابل قبول بود عالی جناب. حالا یه کارش میکنم بذار ببینم. اصلا قراره شما ببینیدش؟ چرا اینجوری میکنی؟ ساکت دیگه، فوتبال شروع شد. پاشی سری، اول مسواک بعدم رفت خواب. زود باشی. ببین سارا، یه چیز رو خیلی برادرانه بهت بگم. تو قیافت اصلا به رئیسا نمیخوره، فهمیدی؟ مگه رئیسا چه شکلیم؟ رئیسا قیافش یه شکلیه که از 1 کیلومتری میشه فهمید رئیسن، مثل من، ولی یکم چاق‌تر. جدی میگی؟ آره جون تو. پس بذار منم یه چیز خیلی دوستانه بهت بگم پویا جون. اصلا مشکل وزن نداری. تو مشکل مغزته که خیلی کوچیکه. اینقدر خیلی سخته من بخوام برای توضیح بدم. آخه نمیفهمی که. نشنیدی که بابا چی گفت؟ ولی بابا خیلی سرش میشه. بی خود نیست دکتر گرفته، نه نیما؟ چقدر شلوغ میکنی؟ اینجا رو چی زد تو کی؟ بابا میگفت تو با توجه به سنت عقلت خیلی میرسه، مغزت خوب کار میکنه. از من؟ دیگه از من چی گفت؟ بابا اینا رو به من گفت، به تو که نگفت. تو یعنی من. آها، از درباره من هیچی نگفت؟ چرا درباره تو هم گفت. گفتش که دختر لوس بی مزه، اصلا گفتش که من اصلا با آیندهش امیدوار نیستم مگر اینکه تو بهش کمک کنی. من با اون چه کمکی؟ نه یعنی که من به تو کمک کنم. آها، دیگه چیزی نگفت؟ چرا؟ گفتش که برای همه کارش باید از تو اجازه بگیره. از من؟ ولی هیچ وقت از من اجازه نگرفته. نه یعنی که نگاه کن، تو باید برای همه کارت از من اجازه بگیری. خیلی فهمیدی؟ حالا فکر کنم فهمیدم. وقتی که بابا اینا برگشتن باید بهشون گزارش بدن. گزارش چیه؟ گزارش این که تمام کارهای خوب و بد تو رو یادداشت کنم بدم به اونا، مثلا اذیتم کردی یا نکردی. آها، چرا؟ برای اینکه در مورد تو تصمیم بگیرن. تصمیم؟ چه تصمیمی؟ اینکه بفرستن پرورشگاه یا نه. من نمیخوام برم پرورشگاه. یا چرا اینقدر چرت و پرت میگی؟ چرا این بچه رو اینقدر میترسونی؟ دروغ میگی آیدا جون. من نمیدونستم نباید به تو بگم. خیلی بیرحمی پویا، همش دوست داری آیدا رو بچزونی. بیا بریم آیدا جون اونجا بگی بخواب. بیا. ناراحت نباش آیدا جون، من همه گزارشم به نفعتون. راست میگی؟ البته اگه ازت راضی باشه. میره که اولین اخطاری این بازی پرفرخورد لقب بگیره. بینندگانی که از همین پویا تو واقعا چی؟ مامان راست میگفت. درباره چی؟ این که آدم خطرناکی هستی، باید تو رو کنترل کرد. بابا ساکت چی؟ از این پویا بپرس، هنوز چند ساعت از رفتن ماما اینا نگذشته، ببین چطوری دربارشون صحبت میکنه. من که چیزی نگفتم، من فقط حرفای بابا رو زدم. اگه به نفعت نیست چرا داشو سر من میزنی؟ بابا یه دقیقه شروع نکن، ببینم ساکت. چیزایی که مامان گفت چی؟ سارا ساکت، بابا ساکت. یعنی چی؟ من باید تکلیفم با این پویا معلوم کنم. تکلیف شما تکلیف شب اولته، دوباره بنویس. خفه خون میگیری یا نه پویا؟ به خاطر تو باشه. سارا تو هم یه دقیقه ساکت باش دیگه. یه شب بابایی نیستن ها، نباید هم دیگه لتو پار کنیم که. بابا من حرف زد، همه مسائلم توضیح داده. ما باید 1 هفته تنها. بی ارز نیما چیه؟ ما مثلا داریم به حرفای تو گوش میدیم ها. بله حواسم به توه. ببین سارا جان، ما نیاز به یه مدیریت داریم، یه مدیریت قوی مثل متئوس که صلاح همه رو بدونه. ماتئوس کیه؟ اون که بازنشسته شده. عمرن اون تا 2 تا جام جهانی دیگه هست، کاپیتان هم هست. الان دیگه بازیکن خوب تو آلمان نیست که مجبورن همین لوتار ماتئوس رو بازی بدن. به کوری چشم برزیلیا آلمانیا بازیکناشون عمری ان، مثل برزیلیا نیستن تا 22 سالگی از رده خارج بشن. اگه منظورت رونالدو اینو بدون که برگشته، حالا بهتون نشون میده دیگه. چرا بحثو عوض میکنی؟ راست میگه دیگه.
داشتم میگفتم ببینی باید یه نفر باشه که بقیه ازش حساب ببرن، حرفشو گوش کنن، وگرنه هر کی میشه. مشکل اینه که اون یه نفر کیه؟ آقا پویا فکر میکنه ایشونه. مطمئنم صلاحیت به تو بیشتره. فکر کرد. صبر کنی. بابا قبلا این موضوع رو حل کرده و خوشبختانه با من مفصلا صحبت کرده. من اصلا دلم نمیخواست قبول کنم ولی بابا من گفت تو این موقعیت خطیر تو باید قبول کنی، چون هم سنت بیشتره، هم عقلت و هم مدیریت داری. برام مثال زد، مثل اون روز که دعوا شده بود تو تیم، من نذاشتم داور کارت قرمز بده، تازه یکی از اون بازیکن‌ها رو که می‌خواست اخراج کنه من کشیدم کنار، باهاش صحبت کردم، همه رو آروم کردم. بابا همه اینا رو گفت؟ تقریبا همه رو که نگو، حال کلماتش این نبود ولی معنیش این بود که من تیزهوشم، که من قبلا لیاقتمو ثابت کردم و خلاصه بگم یه مدیر مادرزادم. بله البته. کسی که اعتراضی نداره. ببینید بچه‌ها، مطمئن باشین که من صلاح همه رو میدونم و از همه نظر شرایطم برای مدیریت خونه از شما بیشتره. بنابراین با هم هیچ وقت دعوا نکنیم. اگرم مشکل داشتیم بیاین پیش خودم، به خودم بگین. حالا بریم بخوابیم. ازش ببینیم چی شد که. بچه‌ها، دلم میخواد حسابی آبروداری کنین ها. خب مگه چه خبره؟ چند تا از بچه‌های ما زنگ زدن گفتم میخوان یه دفعه بیان اینجا. تو این شرایط آبروداری ما در حد چاییه. صبر کن ببینم. خب حداقل 2-3 روز زودتر به ما خبر میدادی. گفتم که یه دفعه اتفاق افتاد، دست من نبود. میدونم سخته ولی به قول بابا الان موقعیتیه که تو باید خودتو نشون بدی. این فرصت رو تصادف در اختیار تو گذاشته. حالا ببینم چی کار میتونم بکنم. سارا میفهمی میخوای چیکار کنی؟ لااقل به اون بچه رحم کن. حالا مهمونای تو چند نفر هستن؟ زیاد نیستن، 4-5 نفرن. اوه، حالا برای 4-5 نفر اینقدر هول کردی؟ من فکر کنم 20 نفرن. 4-5 نفر اینا یعنی 4 ضرب در 5 20 نفر. آقا پویا، عوض سمپاشی یه ذره به سارا کمک کن. پویا خرید داریم ما. این خرجه یه هفته مونه. میدونم، سریعتر زود باش. بازیکن نیست دیگه، اینه بابک بازی میکنه. نیا کن بابا نیستی. سارا خانم بریم. دیگه چیه؟ چایی میخوان، لیوانی. چه خبره؟ 2 تاشون سفارش قهوه دادن. مگه اینجا قهوه خونه است؟ پویا یه خورده فرمایش دیگه. اومدم. قد و قامتش مثل منه. پویا پس چی شده چای؟ داره میریزه. حالا اونو برش کن. تو چای حاضر میشه برو یه دونه خیار چنبرا که مامان تایید کاشته بعد خیار چنبر یه آدمم خیار چنبر میخواد. آخه نه دیگه اینقدر بدو. آره بابا من تو لباسونه همین تو باغچه است دیگه بدو. تو باغچه چی معلوم نمیشه. باز داری ادا در میاری. یه چیزی ما دلمون خواست. بدو باری کلا. آخه مامان گفته بودش که تا این نرسیده نچینیم. اون مال زمان مامان بود. الان حتما رسیده. بدو. آخه مامان هی میگه مامان من دارم بهت میگم. یه دقیقه ساکت. بچا این پویای ما رو میبینی؟ این ماهیگیرم هست. حالا فردا میگم برات چند تا قزل الان بگیر. بدو. بابا اقلا بگو شیر ماهی بگیره استخونم نداره. اینو میبینی؟ بابا این دیگه که نصف شب به من میگه برو خیال چنبر نوبرانده برام بیار. من قیافم خیلی شبیه نوکراست. کم نه. این که نشد وز هر روز میخوام به من یه دستو بدن. گفتش که فردا من براشون ماهی بگیرم. فکر کنم دوستش میخواد یه هفته اینجا نگه داره. این دیگه غیر قابل تحمله. پویا جان اینم قابل تحمل نیست که تو اینطوری میباره هیت و میل کنی. ما عصبانیم. خب خودتو کنترل کن. نمیتونم، من خیلی ناراحتم. خیلی سخته. از من که ناراحت تر نیستی. تمام غذاهایی که مامان برامون درست کرده بود یک شبه تموم شد. ورزشکارن دیگه، سن رشدشونه. بس دیگه بابا چیکار نخوریم. کجایی تو بچه؟ داشتم نمیگه داشتم. آقا فراشم منچستر و بارسلونا حتما بیاین همینجا. وسایلتون رو بیارین که صبح از همینجا بریم سمت. شاید خدا کنه وسایل. بیا بریم دیگه میبینیم. راستی آقویا قرار چند تا مایه رو کنات مصنوعی بگیری بچه شو. اینو بزن رو چند
خاک آبرو ما رو بردینا. یعنی چی؟ از عصر تا حالا داریم برات مثل بردا کار میکنیم، تازه آبروت هم رفته؟ بابا اینا کم آدمایی نبودن. اون قد بلنده پسرموش دروازه‌بان تیم صدرنشین لیگه. اون قد کوتاه رو دیدین؟ ژاکت زرشکی تنش بود. اون داداش کاپیتان تیم ملیه. واسه کاپیتان خودمون قرار بود بیاد نیومد. من به تو نگفتم بری یه دونه از اون خیار چنبر تو باغچه بچینی؟ جیم شدی؟ بپر برو دمپایه رو بیار. دمپایه که پاته. دمپایه‌های بابا رو میگم، اینا تنگه. بدو. نیما تو فکر میکنی اوضاع خوب پیش میره؟ اوضاع چی؟ اوضاع خونه دیگه، مدیریت خونه. آره فقط شما یکم تنبلی میکنی، یه ذره فعالتر برخورد کنیم با کار، یه ذره دل بدیم. ما؟ بله ببین اگه یه خونه بخواد درست اداره بشه همه باید با هم همکاری کنن. درسته، همه. خب منم که گفتم همه، ولی این همه شامل جنابالی هم میشه. بله البته، اتفاقا قبل از شما شامل من میشه، به خاطر اینکه مسئولیت من از شما خیلی سنگین تر. جدی؟ بمیرم برات با این مسئولیت سنگین یه وقت مریض نشی. دیگه چاره ای نیست دیگه، قبول کردم. پویا جان چراغای حیاط یادت نره، درم یادت باشه قفل کنی. میگم نیما اگر این مسئولیت سنگین خیلی ناراحتت میکنه ما حاضرین فداکاری بکنیم. ما نه دیگه خیلی ممنون دیگه، خودم تحملش میکنم. به بابا یعنی قول دادم. شما اگه میخواین به من کمک کنین فقط یه ذره بیشتر علاقه نشون بدین. خدا خسته شدم. ولی نیما تو این 2 روزه جز خوردن، خوابیدن، استراحت کردن و دستور دادن هیچ کار دیگه ای انجام ندادی. چی؟ منظورت چیه؟ خب من داشتم مدیریت میکردم دیگه. با مدیریت تو تمام غذاهایی که مامان برای 3 روز ما درست کرده بود در عرض 1 شب مصرف شد. خب مگه جنابالی مردین تو میپذی دیگه؟ اولا مؤدب باش خودت بمیری، دوما توی خونه اصلا تقسیم کار نیست. سارا دیگه اینو واسه چی میگی؟ من که تقسیم کار کردم، یه جوری هم تقسیم کردم که مساوی باشه. شما به سهم خودت اعتراضی داری؟ من به سهم جنابالی اعتراض دارم. سهم من؟ بله، برای اینکه هیچ کاری انجام نمیدی. تو فکر میکنی مدیریت کار ساده ایه؟ فکر میکنی اداره خونه و 3 تا بچه کار نیست، کشکه؟ این کاریه که بابا و مامان دارن بعد از این همه سن و سال و تجربه و تحصیلات 2 نفری انجام میدن. حالا افتاده گردن من تنها. فکر میکنی اگه به خاطر بابا نبود من قبول میکردم؟ من خودم 1000 تا کار دارم. میدونی بابا به من گفتش اینا صغیرن، گفتش اینا بی سرپرستن. من دلم براتون سوخت. به من گفت مدیریتشون رو قبول کن نیما جان، تو عقلت بیشتره. من نمیدونم این مدیریت و سرپرستی تو چیه جز اینکه مدام دستور میدی و کاراتو میندازی گردن این و اون. اشکال اینه که مدیریت رو نمیفهمین. مدیریت مثل بیل زدن نیست که، کار مغزیه. به نظرم نباید شبیه دراز کشیدن باشه. یعنی تو هم حرفای سارا رو قبول داری دیگه؟ خب راست میگه دیگه. ای بی چشم و روا. چیه؟ حتما آیدا هم اعتراض داره دیگه، اونم با شماست دیگه. اون طفلی که هیچی، از سر شب تا حالا 100 دفعه از سر صداهای شما بیدار شد. حالا فهمیدم. توطئه، یه توطئه گروهی، شورش. شورش یعنی چی؟ مگه اینجا پادگانه؟ خانم هر چیزی نیاز به نظم داره. نظم. این یه تیم فوتبال نمیشه که هر کی ساز خودشو بزنه که، اینجوری سنگ رو سنگ بند نمیشه. نیما اینجا باشگاه فوتبال نیست، ما 2 نفریم و تو باید نظر ما رو بپذیری. چی؟ چون شما 2 نفری من باید نظر شما رو بپذیرم حتی اگه چرت بگین؟ بله، مگه یادت نیست ما در مورد همه چی توی خونه رأی میگیریم؟ باره بینیم بابا، رأی گیری میکردیم. بابا همیشه میگفت نظر همه شرطه. اولا الان زمان بابا نیست، ثانیا بابا خودش با من صحبت کرده و به من اختیار کامل همه چیز داده. چرا میترسی؟ منم بابا. کی میترسه؟ اگه برای خوراکی اومدی باید به اطلاعات برسونم دیشب تموم شد. به خشکی شانس از فردا باید دستمزد خانم رو تحمل کنی. اگه برای درست کنم. بدبختی همینه دیگه. از فردا باید به خانم التماس کنی برای من غذا درست کن. خواهش میکنم. مامان کجایی؟
تازه روز خوشی آقا پویا. روز خوشی؟ تو چقدر پول داری؟ ببین سارا خانم قرار نیست به مسائل خصوصی هم دیگه دخالت کنیم. باشه، ولی خب باید بهت بگم که موجودی صندوق تموم شد. همه پولا رو بالا کشیدی؟ پویا ببخشید. خب باز معذرت. خب حالا چیکار کنیم؟ نمیدونم، منم توش موندم. چیکار میخوای بکنی؟ میخوام زنگ بزنم به مامان بابا بگم اورژانسی پول بفرستن. تو حق نداری این کارو بکنی. پس از گشنگی بمیرم؟ من نمیذارم پویا، مطمئن باش. اگر شده نون خشک و آب خالی بهتون بدم تن به این خفت نمیدم. کدوم خفت سارا؟ یادم نمیره موقعی که مامان داشت میرفت چی بهم گفت. به خدا اصلا دلم نمیاد تنهاتون بذارم. دارم میرم ولی همه حواسم پیش شماست. خیالتون راحت بشه. از طرف تو که خیالم راحت مادر جون. این بچه ها تو رو خدا مادر مواظبشون باشی یا. چشم. خب من فکر میکنم تو حق داری سارا. تو میتونی در سخت‌ترین شرایط خونه رو اداره کنی. ممنونم. خواهش میکنم سارا جان. منتها وقتی میتونی تواناییاتو اجرا کنی که بری خونه بخت، وقتی که عروسی کردی. پویا من دیگه حاضر نیستم یک لحظه به خاطر این خودنمایی تو نون خشک و نوشابه بخورم، چه برسه به آب. الو حالا دارم میفهمم بابا و مامان برای تربیت شماها چه زجری میکشن. هرچند که متاسفانه زیادم نتونستن شماها رو خوب تربیت کنن. علتش هم من میدونم. علتش همه عاطفه بیمورد و بی ربط پدر مادراست دیگه که نمیذاره خوب مدیریت کنن. بشین. ولی یک کاپیتان با تجربه به این چیزا کاری نداره. یه مربی خوب اون کسیه که ضعفا رو بشناسه، که تاکتیک بدونه. اگه یه وقت اشکالی پیش اومد دفعه اول تذکر نشد، اخطار و جریمه. اگر اخطار و جریمه هم نشد چی کار میکنه؟ میشونتش رو نیمکت ذخیره مثل تو. کی بهت اجازه داد حرف بزنی؟ نه، میخوام ببینم کی اجازه داد. بچه جون اگه نمیدونی بدون، شرط اول ادب اینه که آدم اول اجازه بگیره. فهمیدی؟ خب خوشبختانه شما هنوز به اون مرحله ها نرسیدیم. یعنی من اجازه نمیدم، به خاطر خودتون اجازه نمیدم، به خاطر اون طفل معصوم که الان تو خواب نازه. و لذا به خاطر قولی که به پدرم دادم، از این لحظه به بعد یه چند تا قوانین داریم که هممون باید ازش استفاده کنیم. قانون نه قوانین. خودم میدونم، گفتم چند تا، نگفتم یه دونه که. بفرمایید. بله. یک، یعنی اول همین تلفن که وسیله خیلی خوبیه، منتها نه برای هر کسی که بخواد ازش به خاطر ضایع کردن دیگران خودشیرینی استفاده بکنه. از این لحظه به بعد تلفن‌ها همش قطع. مامان و بابا چی اگر خواستن زنگ بزنن؟ مامان و بابا و مامان خودم هر شب باشون تماس میگیرم. هرچند اینقدر اونا خیالشون راحته که اصلا نیازی به تماس گرفتن نیست. دو، یعنی دوم، از این لحظه به بعد فیلم، ویدئو و تلویزیون همش تعطیل. البته به غیر از پخش مستقیم فوتبال که اونم بعد از ساعت 9 شب که شما همتون خوابیدین من ازش استفاده میکنم، اونم چون مربوط به کار من میشه. و لذا 3، یعنی سوم،
مربوط میشه به وضع خورد و خوراک و نیما تو فکر میکنی چی هستی که برای ما قانون وضع میکنی؟ اصلا میدونی چی؟ من فردا میرم خونه عمه هوری آیدارم با خودم میبرم. سارا تو باید به فکر آبروت باشی که هستی. ببین مگه تو به ماما قول ندادی که از من و آیده مواظبت کنی؟ قول دادی دیگه. بعدش هم آقا نیما بزرگتره، بر صورت حق داره. خوشحالم که بالاخره داریم متوجه میشین. بله فکرشو بکن. من که 50 تومن بیشتر پول ندارم، تو هم که حساب پاکه اما آقا نیما پول داره، درسته؟ تو این شرایط بیچارگی کی از نیما بهتر میتونه شرف و آبروی ما رو بخره؟ پویا میفهمه. باریکلا، آفرین. حالا 3 یعنی 3 وضع خورد و خوراک و پذیرایی. یه مسئولیتیه که افتاده گردن ما، نمیتونم هم کاریش بکنم. آره بابام هم همینه میگه. نمیدونم چی تو وجود ما دیده بود. میدونم خودم. میدونی مدیریت یه چیزیه که باید تو خون آدم باشه. سختیش که آره یه مقداری سخته، ولی من فکر میکنم استعداد خودم رو کشف کردم. اصلا شاید ورزش رو ول کنم مدیریت بخونم. آره خب دیگه گرفتاری ما اینه دیگه. قول نمیدم، اگر تونستم میام. باش فعلا خداحافظ. کار دیگه ای هم مونده؟ باید بررسی کنم. خب خونه که تمیز، ظرفارم که شستی. بله. غذای آیدا توی یخچاله، خودت باید بهش بدی. یه کاری میکنم خودش یاد بگیره دیگه، کم کم داره بزرگ میشه. شما آقا پویا رخت خوابا رو که حتما جمع کردین. بله اجازه مرخصی میدی؟ بله فقط بعد از ظهر زود برگردین که کلی کار داریم. حیاط باید تمیز بشه، باغچه ها رو باید آب بدیم، کلی هم خرید داریم. حالا لیست کارا رو من تا بعد از ظهر تهیه میکنم. میخواین اصلا مدرسه نه به این کارا برسن؟ لازم نکرده. سارا تو این خونه فقط یه نفر حرف میزنه. لازم نکرده، بعد از ظهر کلی وقت داریم. تشریف ببریم. راستی نیما چیز آیدا رو باید ببری واکسن بزنه، یادآوریه. ساعتش هم 2 تا 3. آدرسش هم که میدونی دیگه. خوب شد گفتی. ببین نیما جان، ما امروز تو مدرسه اون جلسه اولیا مربیانه گفتن هر کسی که بزرگترش نیامد 3 نمره اضافاتش کم میشه. حالا من نمیدونم چند میشه. آهان راستی قبض برق و گازم یاد نره. ای وای نیما داشت یادم میرفت، این ظرف چینی بزرگه عمه هوری هست، اونم ببر بهش بده. طفلی چند دفعه زنگ زد. خداحافظ. خداحافظ آقا نیما. چقدر کار دارم. بالاخره صاحب این خونه اومد یا نه؟ اومد؟ من تا کی باید آبروم جلوی همکلاسیام و مدیر و ناظممون بره؟ تا کی؟ مگه من چه گناهی کردم که باید اینقدر بی کسب کار باشم؟ بابا خب یکیتون بیاین مدرسه من به من یکم توجه کنین ببینید درسم خوبه یا نه. شاید من مشکلاتی داشته باشم. آها آقای رئیس خانواده، شما صبح تا رو کجا بودی؟ چرا که به درس من توجه نمی کنی؟ کی جواب استنام رضایت من میده؟ پویا جان جدی نگیری مسائلو. بیا بشین پیش خودم.
بیا پویا، نیما واسم تخم ژاپنی خریده. بیا. تازه نیما واسم غذا ژاپنی درست کرده. بیا. به به، فیلم ژاپنی، غذای ژاپنی، تخمه ژاپنی. آقا نیما چیزی خورده تو سرت؟ نه پویا جان، همش معجزه اینه. تو کتاب نوشته که بخندی؟ نه، این روش مدیریت ژاپنیه، همون که ژاپن رو تبدیل به یه غول صنعتی دنیا کرده. تازه گودزیلا ژاپنیه. بله، اینم یه غول دیگه شونه. حالا کجا بودی؟ من خونه که دوستان درس میخوندم، ولی من از این ژاپنی بازی سر در نمیارم. خیلی ساده است. تو روش ژاپنی مدیر و کارکنان با هم مثل فامیلن. درسته. روش مدیریت ژاپنی میگه آقای مدیر، حواست جمع باشه، کارگرا و کارمندات مثل خواهر برادراتن، عین فامیلاتن. لابد تو هم ما رو مثل خواهر برادرت میدونی نه؟ البته این روش موفق ترین روش مدیریت دنیاست. من جدا نگرانم سارا. چرا نگرانی؟ باید خوشحال باشی. برای اینکه نیما دوباره فهمید ما خواهر برادراشیم. با اجازهتون من سر به غذا بزنم. تلفن وصل شده. این ژاپنی‌ها چه آدمای جالبین. بله. سلام بابا. حالتون چطوره؟ ماما خوبن؟ دلمون براتون خیلی تنگ شده. از اون بابت خیالتون راحت باشه. بابا من اگه تو درس شما رو ناامید کردم به جاش تو مدیریت همونی هستم که شما میخواین. شما نمیدونی استعداد آدم چجوری. بله؟ پول تلفن زیاد. بله گوشی. سلام بابا، حال شما چطوره؟ مامان کجاست؟ خوبه؟ جدی؟ آها. خب از طرف من بهشون تسلیت بگی. بله. همه خوبی؟ بله. نه. چه مشکلی؟ بابا نیما غذای گودزیلا درست کرده. نه بابا، نیما غذای ژاپنی درست کرده. بله، تازه فهمیده ما خواهر برادراشیم. نه بابا، شوخی کردم. نه، میخوام بگم نیما خیلی با محبته. بله. گفتم که همه خوبی؟ بله. گلدونا هم خوبن، پویا هم خوبه. بابا پول تلفن زیاد میشه ها. چشم، خداحافظ. چشم، خداحافظ. حرکت شد تو مای مشت. خواهش میکنم. بچه بیایی تا سرده شده. خب بخوریم. چیه؟ تو خوشت نمیاد؟ اینو بعدم بهت میگم. ببین قضیه این ژاپنی‌ها چیه؟ اونا مدیر و کارمند و کارگر دارن یا نه؟ منظورم اینه که اونجا مدیر غذا درست میکنن؟ آقا چرا متوجه نیستین؟ روش مدیر ژاپنی یعنی همدلی، یعنی محبت. ما شرمنده شونیم، ولی منظورم اینه که اونجا مدیره باغچه آب میده و حیاطو میشوره؟ بابا تو مثل که حالیت نیستا. مدیر که این کارا نمیکنه. مدیریت فقط باید محبت داره. آها. حالا میخوانی یا نه؟ دکتر الان چجوری دکتری وقت شب؟ من نمیدونم، من تو مدیر خونه نیستی؟ من بهتون بگم فقط چارش پشور است. تب از عوارض واکسنه. راست میگی بابا. خیالم راحت شد. بلندش کن ببرش بیرون. واسه چی؟ آخه واکسن نزد درستنی. نه پس از اون غذای ژاپنی است. این چارشه پاشونش کنه. برش تو ببریمش بابا. شکرش بیا. بابا یه دقیقه صبر کنی. چی شده؟ من باید لباس بپوشم. داره میاد پایین.
جدی؟ این همه آب پرتقالو روی آتش فشار میریختی خاموش شد. ولی به خیر گذشته. آره شانس آوردیم فقط شما 10 دقیقه واسه لباس پوشیدن طول دادی. بابا خب یه ذره هول شده بودم دیگه. آره فقط یه ذره. فقط شلوار من پوشیده بودی با دمپایه مامانو. بابا به خدا هر کدوم از شما تو موقعیت من بودین همین وضع داشتین. تا یادم نرفته فردا حتما باید ببریمش دکتر. باشه میدونم. ضمناً یه تعمیرکارم باید بیاریم این ترمزای ماشین رو چک کنه. بله اونم میدونم. ضمناً این میگه ضمناً. بله میدونم مدرسه جناب عالی هم مونده ضمناً. قبض آب و برقم حتما مونده دیگه. این کارا رو هم نکردی؟ بابا وقت کردم. ببین نیما به هر حال این کارا به عهده مدیر خونه است. خب ما که مدرسه میریم و سر از این کارا در نمیاریم. اصلا حقیقتش میخواستم راجع به این موضوع صحبت کنم بچه‌ها. ببینین یه روش دیگه ای هست به اسم روش مدیریت مدرن. آقا نیما یه چیزی رو من بهت بگم. ما نه غذای مدرن میل داریم نه حوصله دیدن فیلم‌های مدرن داریم. فقط یه چیزی رو روک و بوسکنده به من بگو. بازم توی روش جدید شما من باید حیاطو بشورم و باغچه رو آب بدم؟ شما استراحت کنین دیگه. خب یه کمی فرق میکنه. ببینیم بچه‌ها توی این روش آدما میان نگاه میکنن میبینن کی بیشتر از همه حالیشه، کی جربزش از همه بیشتره، کی دلسوزتره. مثلا یه روز همین لوتار ماتئوسو ممکنه توی بازی مهم تعویضش بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه رو فرم نیست. بعضی وقتا هم یه بازیکن میبره یا گند میزنه. نیما منظورت چیه؟ بابا منظور من اینه که توی این روش چیزی هست به اسم رأی‌گیری. پس این کاری که بابا همیشه میکرد اسمش روش مدرنه. حالا مثلا یه چیزی تو همین مایه ها. باش من یکی موافقم. باز معذرت آقا نیما من موافقم. خب همه حاضری؟ بله. ولی آیدا چی؟ اون که نمیتونی بنویسه. قرار شده شکل اون رو بکشه. باشه. خب شروع کنی. نتیجه آرا معلوم شد. نیما تهرانی با 2 رأی. سارا هم که خودم هستم 1 رأی آوردم. 1 رأی نامعلومم داری. خیلی هم معلومه داداش نیماست. یعنی چی؟ من نمیتونم باور کنم. باور کنه قالشو بکن. نمیتونم آقا مسئولیتش خیلی سنگینه. پس ساخت و پاخت کردی. نه بابا نیما جان قبول کن دیگه یه روز بیشتر نمونده فردا ماما اینا میاد. بابا به خدا سخته. نیمای عزیز قبول کن. لطفاً قبول کن. آره دیگه. هرچند خیلی مشکله ولی الو سلام بابا خوبی؟ دارم میام. چه خبر؟ سلام برسونیم به ما. سلام برسون. باشه آیده سلام میرسونه. ما خوبی بله. با نیمه کار دارید؟ خیلی گوشی. الو سلام بابا. حال شما خوبه؟ مامان خوبن؟ خیلی ممنون. نه بابا من که کاری نمیکنم. خواهش میکنم. نه اونقدرام همچین مدیر خوبی نبودم. بله چی؟ نه چیزی نیست. بله باش خداحافظ. چی شد نیما؟ نیما چی شد حرف بزن. هیچی بابا گفت از اونجا که خیالشون خیلی راحته میخوام 5 روز دیگه بیشتر بدم.